سلام دوستان عزیز، خوش اومدین به کار من. تحلیل یورو یو اس دی رو از تایم فریم ماهانه شروع میکنم. قیمت در یک کانال نزولی هست. لگ آخر ما نزولیه که اینجا تشکیل شده. میخوام این رو به کمک ابزار فیبوناچی اندازه گیری کنم و ببینم قیمت تا کجای اون رو برگشته. این سقفی که تا اینجا تشکیل داده قیمت به 61.8 رسیده که ناحیه خیلی مهمیه و ما از ناحیه 50% به بالا فروشنده هستیم. پس فیبوناچی تایید میکنه که ما باید فروشنده باشیم. قیمت وارد ارده بلاک ما شده و ریز ساختار رو نزولی کرده. بعد از نزولی کردن ریز ساختار در واقع نقدینگی ماهانه ای رو که اینجا بوده گرفته. با برگشت به ناحیه و اوردر تشکیل شده در 2 ماهه اخیر ما نزول رو شاهد بودیم. میریم وارد تایم فریم هفتگی میشیم و با دقت بیشتری بررسی میکنیم. در تایم فریم هفتگی هم واضح تره که قیمت وارد این اوردر بلاک در کف ما شده و این نقدینگی که در اینجا گرفته در واقع چند کف بوده که اینجا نقدینگیش رو گرفته و حرکت صعودی خودش رو شروع کرده. در بالا هم در سمت صعود هم این نقدینگی بوده که بر ما گرفته و در هفتگی ما منتظر این هستیم که روند ما نزولی بشه و این نقدینگی هم هست که باید گرفته بشه. اوردر مهم ما همین ناحیه هستش و انتظار حرکت هفتگی ما هم به این صورت هست که قیمت بیاد این نقدینگی رو بگیره، این کف رو وارد این ناحیه بشه و بعد از اون یک صعودی رو داشته باشیم که احتمال خیلی زیاد برای گرفتن این نقدینگی و وارد شدن به این ناحیه و استفاده بیشتر از این اوردرها هست و فعلا تا همین مرحله پیش میریم و وارد تایم روزانه میشیم. در تایم روزانه هم قیمت وارد این ناحیه اوردر نزولی ما شده که میتونیم از اینجا بای های رو داشته باشیم. نقدینگی هایی که میتونیم هدف قرار بگیریم و بای هایی رو که قرار در این ناحیه بزنیم. تی پی های ما در واقع این نقدینگی های سقف های تشکیل شده هست و اف وی جی هایی که در این تایم فریم ها تشکیل شده. من این رو کمی بزرگتر میکنم که قابل مشاهده تر باشه. این FVG برای ما مهمه و یک FVG که تا نصف پر شده و این رو این بالانس در نظر میگیریم و این دو ناحیه در تایم فریم روزانه برای ما مهم است. پس هدف قیمت میتونه حداقل رسیدن به در واقع این دو ناحیه باشه. اما اگه قیمت از این ناحیه برنگرده که ما در هر صورت منتظر تاییدیه هستیم و بدون هیچ تاییدی در هیچ گونه از نواحی معامله نمی کنیم. اینجا اگر این نقدینگی گرفته بشه ما مجدد در این ناحیه جدید منتظر تاییدیه هستیم و بای خودمون رو میگیریم. در تایم فریم های ماهانه هم میتونستیم همین اهداف نقدینگی رو در واقع با FVG مشخص کنیم که FVG هایی که در همین سوینگ آخر تشکیل شده در واقع این ناحیه هست که خیلی هم
مهمه، چرا که اگر این ستاپ رو مد نظر بگیریم و این کف رو نقدینگی در نظر داشته باشیم، در واقع قیمت میاد و این کف رو میزنه و وارد FVG ما میشه و حرکت صعودی خودش رو اینجا خواهد داشت. دیدگاه ما در تایم فریم ماهانه صعود هست بیشتر، یعنی دیدگاه بنده صعود هست در حالت کلی، یعنی بعد گرفتن این نقدینگی و خروج از کانال، نزولی و حداقل تا کجا؟ حداقل تا گرفتن این نقدینگی برای نزول بیشتر. اما خیلی نمیخوایم نگاه دوری داشته باشیم، یا وارد این اوردر یا وارد این اوردر باید بشه و خودشو برسونه به این نقدینگی. این دیدگاه ماهانه ما هستش و دیدگاه خیلی دوریه. اما دیدگاه نزدیکتر ما در واقع به این دوتا اوردر بستگی داره که واکنش ما در اینجا به چه صورت باشه. اگر تاییدیه خوبی داشته باشیم از همینجا میره به سمت بالا و وارد این اوردر بلاک ها و FVG ها میشه، اگر نه وارد این اوردر بلاک میشه و مجدد بازگشتی رو خواهیم داشت. اگر هم در هیچ کدوم از نواحی تاییدی نداشتیم و قیمت وارد ناحیه سوم ما شد، اینجا با تاییدیه وارد معامله میشیم. باز هم در واقع TP های ما این FVG و بعد از اون سقف این ناحیه ما خواهد بود که این یک نقدینگی دیگه است. وارد تایم فریم های 4 ساعته میشیم و تحلیلمون رو جزئی ترش میکنیم. یک کانال دیگه هم اینجا قابل مشاهده هست و این کانال کمک کننده هستش که ببینیم قیمت در چه گاردی هستش. اینجا گارد قیمت نزولی. خب در 4 ساعت هم روند ما آخرین روند ما صعودی بوده و این رو براتون ترسیم کنم، اما که با کلوز کندل نبوده در کف. قیمت در حال حاضر در این اوردر ریفاین شده ما هست و این اوردر هم از سقف داره. برای هفته گذشته هم در واقع این نقدینگی هایی بوده که قیمت گرفته و اینجا این حرکت مومنتوم دارش رو شکل داده. پس اگر از این ناحیه یا ناحیه پایینتر صعود رو داشته باشیم، در این ناحیه هم منتظر سل هستیم، برای اینکه این FVG به این بزرگی باید برای ما پر بشه. در 4 ساعته یک FVG بزرگ هست که در 1 ساعت هم کاملا قابل مشاهده هست. ناحیه‌ام رو ریفاین میکنم در 1 ساعته و این هم ناحیه بالا. خب در 15 دقیقه هم یک نگاهی به نواحی میکنم و پایان تحلیل. این ناحیه باز میتونه برامون مهم باشه و این نقدینگی که اینجا هستش.
در اسکلپ هامون میتونیم از این ستاب استفاده کنیم که قیمت وارد این اوردر بشه، این نقدینگی رو بگیره و در نوایی پایینتر با اطمینان بیشتر بتونیم معاملات بای رو داشته باشیم. خیلی ممنون که تحلیل رو دنبال